اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین شکر شیرین گفتار و جرعه نوشان بزم محبت و بزمارایان مجلس الفت چنین به رشته تحریر درآورده و سمند روار در آتش تاختند که یکی از دولتمندان ماضی که احمد خان سلطان نام داشت و 100 قطار شتر و 100 قطار استر بارکش بار خانه‌اش را حمل و نقل می‌کردند و 1000 غلام مرصع پوش به خدمتش قیام می‌کردند و از هر جهت روزگار با او مساعد بود، از داشتن اولاد محروم مانده بود، تا روزی که موی سپید را در چهرهش مشاهده کرد. دست از کسب و کار کشید و در گوشه مسجدی معتکف شد و از آنچه داشت بی مضایقه به درویشان و محتاجان می‌بخشید و از آنها التماس دعا داشت، تا سرانجام تیر دعای دلسوختگانی که از سفره احسانش برخوردار بودند به هدف اجابت نشست و خداوند اولادی صالح به او کرامت فرمود و دیدار پدر به چهره فرزند روشن شد. خواجه چون خبر تولد فرزند را شنید، بیدرنگ خانقاه و گرمابه و یتیمخانه‌ای ساخت تا بیپناهان را سرپناهی و ناامیدان را امیدی باشد و تا 3 ماه خوان عام گسترد و بزرگان و امیران و دانشمندان و درویشان را زانو به زانو ضیافت کرد و هر یک را خلعت و نعمت جدا داد. زمانی که پسر 7 ساله شد، او را به خدمت استادان دانا نهاد تا علم و کلام بیاموزد و پسر در 1 سال گلستان و جامع القوانین و انشاء ابوالفضل یوسفی و رقعات جامی خواند و به اندک زمانی قاعده نشست و برخاست و قانون گفتار و صحبت با بزرگان را فرا گرفت و به 10 سالگی بوعلی سینای ثانی گشت. احمد سلطان نام فرزند را منوچهر و برای او در 14 سالگی همسری ماه رخسار و سیمین عذار و زلیخا خصلت از طایفه بزرگان برگزید که نام زن زهره بود و میان زن و شوهر چنان رشته الفت محکم شد که دقیقه‌ای بی هم روزگار نداشتند و غم و شادی هم می‌خوردند. روزی خواجه منوچهر در بازار به خرید و فروش مشغول بود که ناگهان درویشی که قفس طوطی خوشرنگ و زیبایی را به دست داشت، در حالی که مدح امیر مؤمنان را با صدایی خوش می‌خواند و طوطی نیز همان اشعار را تکرار می‌نمود، نظرش را جلب نمود. خواجه منوچهر درویش را فراخواند و گفت: پدر جان، این طوطی فروشی است؟ درویش لبخندی زد و گفت: هم آری و هم خیر. منوچهر حیرت زده گفت: چرا معما میگویی؟ جواب یا آری است یا خیر. تا کنون این گونه جواب در بازار نشنیده بودم. درویش سری تکان داد و گفت: اولاً بدان که دانش اصلی به معرفت زیاد می شود، نه درس استاد. و ثانیاً فروشی است به قیمت 1 کیسه زر سرخ و چون کسی به این قیمت نمی خرد، ناگزیر فروشی نیست و به فروش نمی رود. و در 14 بازار کشورهای جهان گردانیدم و کسی به این قیمت طالب آن نبوده است. منوچهر خنده گرفت و گفت: هر کسی در جهان سودا به طمع سود می کند و کسی دیوانه است که مشتی پری را که خوراک 1 وعده گربه خانگی است به 1000 سکه زر که می توان 700 خانه با آن خرید و سودها کرد نمی خرد، مگر دیوانه باشد که او هم قدرت کشیدن این کمان را ندارد. درویش سکوت کرد و مردم بازار را خنده گرفت. در آن لحظه طوطی که از سالها خانه به دوشی خسته شده بود فکر کرد اگر این بازرگان دولتمند مرا خریداری نکند باعث توهین و تحقیر است و از آنجا که سرمایه بزرگان و دانشمندان و نشان سلامت گفتارشان است، طوطی بال و پری آراست و به زبانی خوش گفت: ای جوان یوسف شمایل و ای دولتمند صاحب کمال، اگرچه من در نظر شما مشت پری بیش نیستم و شاید گربه خانگی با خوردن من سیر نشود، اما به قول بزرگان قیمت هر چیز به عقل و دانایی سخنگویی اوست. ورنه گاو را بها 100,000 سکه زر بودی
و اما من به دلیل دانایی و شرکت در مجالس روحانی ارزش بالایی یافتم و کمترین هنر که در من است آن است که اول و آخر هر معامله و سود و زیان آن را نیکو می‌دانم. اگر بفرمایی مرا به دکان آورند و خلوت کنی، رازی را بر تو فاش می‌کنم که 100,000 سکه زر تو را فایده برساند. ورنه خود دانی که همیشه غفلت موجب پشیمانی.